با بهترین و صمیمانه ترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان، خاصه هم میهنان عزیز در ایران بزرگ. برنامه‌های خبری تحلیلی امشب را نیز میگشاییم با برنامه شامگاهی صفحه 1 که در غیاب روزنامه‌های امروز جمعه جستاری خواهد داشت بر آخرین و تازه ترین مطالب منتشره در رسانه‌های داخلی و خارجی از جمله سامانه‌های سایبری. نخست مرور کوتاه بر سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب. تشدید خشونت و بحران در ترکیه همزمان با انفجار قطار مسافری آنکارا به تهران از سوی حزب کردستان PKK و بمباران سنگین مواضع کردها از سوی ارتش ترکیه، تایید ناباورانه حکم اعدام ادیب و عارف ایرانی آقای محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه در ایران، دور تازه‌ای از پزشک آزاری در ایران پس از بازداشت جراح زن ممسنی، این بار با حمله یک بیمار در بیمارستان پردیس، و بالاخره چند رویداد ناشنیده از حواشی مذاکرات هسته‌ای. اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب جمعه 9 مرداد ماه ایرانی برابر با 31 ژوئیه میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما هم میهنان و بینندگان عزیز خواهد رسید. همینک و در آغازین بخش برنامه مرور کوتاه خواهیم داشت بر اهم خبرهای منتشره در رسانه‌ها در طول 24 ساعت گذشته. ترکیه و تشدید خشونت و بحران در این کشور خبر نخست برنامه امشب است، با خبرهایی از تشدید بحران و خشونت در این کشور. با تازه ترین عملیات تروریستی گروه PKK علیه یک قطار مسافری ایران از آنکارا به تهران. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا در استانبول، قطار آنکارا تهران روز پنجشنبه در داخل خاک ترکیه مورد حمله قرار گرفت، ولی آسیب جانی در پی نداشت. پایگاه خبری حریت ترکیه نیز در خبر فوری خود می نوشت این حادثه در منطقه گنج در استان بینگول بر اثر انفجار مین رخ داد. سلیم کوشگر، استاندار بینگول، در این باره می گفت قطار مسافربری آنکارا تهران موسوم به ترانس آسیا مورد حمله عناصر PKK قرار گرفته است. این مقام دولتی ترکیه اشاره می کرد که در این حادثه چند واگن و بخشی از خط راه آهن آسیب دید، ولی این حادثه آسیب جانی در بر نداشت و قطار به حرکت در مسیر خود ادامه داده است. روزنامه حریت ترکیه نوشت مین یاد شده از طریق کنترل از راه دور منفجر شده است. و اما در تازه ترین خبرهای دریافتی گزارش می شود که 30 جنگنده ترکیه به مواضع گروه PKK حمله ای همه جانبه کردند. مقامهای ترکیه می گویند این حملات به تلافی حمله است که شبه نظامیان PKK در نزدیکی مرز با عراق انجام دادند و به کشته شدن 3 سرباز ترکیه منجر شد. دولت ترکیه می گوید حملات این شبه نظامیان رسیدن به صلح با آنها را ناممکن می کند. ترکیه با حملات جنگنده هایش همچنین می گوید در روزهای گذشته به مواضع داعش حملاتی کرده است. از سوی دیگر روزنامه حریت چاپ ترکیه گزارش کرد که در جریان حملات ارتش ترکیه به مواضع کردهای این کشور تا به حال 190 نفر کشته شده اند و 300 نفر هم زخمی. در سوی دیگر ماجراهای ترکیه همزمان در این کشور صلاح الدین دمیرتاش، یکی از 2 رهبر حزب دموکراتیک خلقها که به کردهای ترکیه نزدیک است، دولت را متهم کرد که این حملات را برای جبران شکست در انتخابات پارلمانی انجام داد تا بلکه بتواند مجدد اکثریت را در مجلس به دست بگیرد. بعد از آن بود که آناتولی، خبرگزاری رسمی ترکیه، از شهر کردنشین دیاربکر گزارش داد که دادستانی این شهر پرونده ای علیه آقای دمیرتاش باز کرده است. دادستان او را متهم کرد که در تظاهرات خونین اکتبر 2014 مردم را تشویق کرد که اسلحه به دست بگیرند. آن تظاهرات نیز 10 نفر کشته شدند. در صورتی که این اتهامات در دادگاه
پذیرفته شود، آقای دمیرتاش ممکن است تا 24 سال زندانی شود. همچنان بیننده برنامه شامگاهی صفحه 1 هستید با مجموع خبرهای منتخب در برنامه امشب. ادامه برنامه خبرها با چند رویداد حقوق بشری از ایران که در صدر آن خبر تأسف‌انگیز تایید حکم اعدام محمد علی طاهری از سوی قوه قضاییه ایران جای داشت. خبرگزاری قوه قضاییه میزان نوشت یک منبع آگاه از تایید حکم اعدام محمد علی طاهری بنیانگذار حلقه عرفان خبر داد و گفت این حکم به وکیل وی ابلاغ شده است. محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی یا حلقه عرفان در ایران است که 14 اردیبهشت ماه سال 90 بازداشت و از سوی دادگاهی موسوم به دادگاه انقلاب به اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، همینطور به زعم مقامات قضایی در ایران ارتکاب فعل حرام، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی، ضاله بودن کتب و آثار به 5 سال حبس، پرداخت 900 میلیون تومان جزای نقدی و چند ضرب شلاق نیز محکوم شد. و اما واکنش نهادهای حقوق بشری با انتقاد تند از سفر مقامات اقتصادی و مسئولین قاره سبز و اروپایی به تهران گلایه داشتند که چگونه است مسئولین اقتصادی این کشورها نقض حقوق بشر را نادیده میگیرند. در تازه ترین خبرهای دریافتی گزارش می شود که 3 سازمان حقوق بشری سفر مسئولان اتحادیه اروپا به تهران و نادیده انگاشتن وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، همینطور کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از اینکه مقامات اروپایی بدون در نظر گرفتن وضعیت حقوق بشر در ایران به این کشور سفر می کنند، آنها را به شدت مورد انتقاد قرار داد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اقدام دیپلمات‌های اروپایی از جمله معاون صدر اعظم آلمان زیگمار گابریل، نماینده عالی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی و همینطور وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس را در شتاب دیدار از ایران و تصمیم به نادیده گرفتن حقوق بشر و از جمله اعدام‌های مداوم و اعدام‌های غیرقانونی در پیش چند محکوم نوجوان را محکوم کردند. صفحه 1 را ورق میزنیم با یادداشتی از مجله آمریکایی تایم که در گزارشی با عنوان صدای طبل جنگ با ایران بلندتر می شود به تحلیل و واکاوی فرجام توافق هسته‌ای می پرداخت. این مجله معتبر آمریکایی با اشاره به نشست‌های متعدد و مکرر کنگره و سنای آمریکا برای لغو احتمالی قرارداد معتقد بود جلسه استماع مجلس سنا باعث افزایش شک و شبهه‌ها در مورد عاقلانه بودن توافق هسته‌ای شد. اکنون میتوان مشاهده کرد که آمریکا و ایران آرام آرام در حال نزدیک شدن به سمت یک جنگ هستند، زیرا قانونمداران پر از تردید و دودلی هستند و سناتورهای آمریکایی حزب جمهوری‌خواه و نامزدهای انتخاباتی آنها به شدت از اوباما در مورد توافق هسته‌ای انتقاد کردند. این مجله در ادامه این گزارش تحلیلی سیاسی منطقه‌ای خود مینوشت اکنون فشار نمایندگان برای رد این توافق با ایران بیشتر و بیشتر می شود و نظرسنجی اخیر CNN نیز نشان داده است که 52% از آمریکایی‌ها مخالف این توافق هستند و در صورتی که این توافق سرنگون شود آن وقت دولت اوباما شاهد به وقوع پیوستن هشدارهای مجلس سنا مبنی بر اینکه ایران به سرعت برنامه هسته‌ای و برنامه سلاح اتمی خود را دنبال می‌کند خواهد بود و در صورتی که ایران واقعا دست به چنین کاری بزند و بخواهد از این شرایط استفاده کامل را ببرد، تمامی نشانه‌ها حاکی از این است که آمریکا به جنگ ایران خواهد رفت. این مجله معتبر آمریکایی مینوشت زبان دولت و سناتورها کاملا واضح کرد که در مورد ایران همچنان گزینه‌های نظامی نیز
وجود دارد، اما اینکه تا چقدر این حرفا بلوف هست و چقدر از آنها برای زورآزمایی است مشخص نیست. کارتر نیز اعلام کرد که پنتاگون همچنان توانایی‌های نظامی خود را افزایش می‌دهد تا بتواند تمام گزینه‌های لازم را برای رویارویی احتمالی با ایران فراهم آورد تا از فرار ایران به تعهدات خود جلوگیری کند. به هر حال هر گونه به همخوردگی در این توافق و یا عدم انجام روند توافق توسط ایران می‌تواند باعث ایجاد جنگ بین ایران و آمریکا شود. این مجله آمریکایی در پایان با اشاره به جنگ عراق و افغانستان نتیجه گیری کرد که در صورت بروز حمله نظامی آمریکا شکست خواهد خورد و در همین رابطه می نوشت توانایی‌های پیشرفته‌ای که از آنها یاد می شود هواپیماهای غول‌پیکر فوق حرفه‌ای هستند که قادر هستند با بمب‌های عظیم خود اهداف مهم را در زیر زمین نابود کنند. اکنون 2 سوال در مورد توسط افرادی که خودشان به توافق هسته ایران شک و تردید دارند مطرح شده است و آن اینکه لینسی گراهام در سوالی مطرح کرد که ما آیا می توانیم در این جنگ علیه ایران پیروز شویم؟ کارتر، یکی دیگر از سناتورهای مخالف این توافق است، نیز در سوال دیگر این سوال را مطرح کرده است که چه کسی در جنگ بین ایران و آمریکا پیروز است و آیا کسی در مورد پیروزی آمریکا شک و تردید دارد؟ در ادامه نوشتار همین مجله می‌خواندیم در پاسخ به این مجموعه سوالات مطروحه مبنی بر آنکه تنها چیزی که باید گفت این که نه لینسی گراهام و نه کارتر چگونگی پیروزی آمریکا در قبال ایران را شرح ندادند و آنها هیچ توضیحی در مورد اینکه چطور آمریکا می‌خواهد در مقابل ایران پیروز شود ندادند، آن هم بعد از اینکه آمریکا در افغانستان و عراق شکست خورده است. مرور بر خبرها را ادامه می دهیم با یک خبر از عرصه نظامی و تسلیحاتی با تازه ترین اعلام همکاری روس‌ها برای تحویل موشک‌های موسوم به S-300. ولادیمیر کوژین، مشاور نظامی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، میگوید که مسکو در حال نوسازی پدافند ضد هوایی S-300 برای ایران است. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، آقای کوژین روز پنجشنبه 8 مرداد ماه گفت سیستمی که قرار است به ایران تحویل داده شود تا حدی بروز شده و اجزای دیگر آن نیز در حال بروز شدن هستند. مشاور نظامی ولادیمیر پوتین تأکید می‌کرد که این S-300 تا حدود زیادی همان مجموعه‌ای خواهد بود که ایران می‌خواهد تحویل بگیرد. ایران و روسیه در سال 2007 قراردادی را امضا کردند که بر اساس آن قرار شد مسکو در قبال دریافت حدود 800 میلیون دلار چند پدافند ضد هوایی S-300 به تهران تحویل دهد. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه 1 هستید از تلویزیون ایران فردا با چند خبر متفاوت و متنوع دیگر از عرصه‌های مختلف از جمله سیاست، اجتماع و فرهنگ. و اما موج پزشک آزاری در ایران تنها چند روز پس از بازداشت پرحاشیه یک جراح زن در شهرستان ممسنی استان فارس، این بار یک بیمار مصدوم به پزشکی دیگر حمله کرد و از بیمارستان گریخت. یکی از پزشکان اورژانس بیمارستان شفا در شهرک پردیس بر اثر ضرب و شتم یکی از بیماران مصدوم شد. مسئول روابط عمومی بیمارستان شفای پردیس به خبرگزاری آریا در تهران می گفت این حادثه زمانی روی داد که پزشک اورژانس از نحوه آسیب دیدن بیمار که از ناحیه سر مصدوم شده بود سوال کرد که بیمار با حمله به پزشک وی را مورد ضرب و شتم قرار داد. به گفته این مقام بیمارستان شفا در پردیس، در جریان حمله این بیمار پزشک متخصص از ناحیه سر و گردن آسیب دید و از ناحیه پا نیز دچار شکستگی شد و بیمار پس از ضرب و شتم پزشک از محل گریخت. قتل دکتر اصغر پیرزاده،
پزشک متخصص اردبیلی و همینطور بازداشت دکتر فروغ رزمجویی جراح بیمارستان ولیعصر نورآباد ممسنی به اتهام سرپیچی از دستور بازپرس در چند روز گذشته اخبار مربوط به برخوردهای نامتعارف با پزشکان را در صدر رویدادهای مرتوجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار داده است. حمله به یکی از پزشکان اورژانس بیمارستان شفای پردیس در واقع سومین رویدادی است که در این خصوص طی کمتر از 2 هفته گزارش می شود. ادامه می دهیم با یک رویداد مرتبط با زمینه و مضمونی تا حدودی مشترک که از سوی رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی ایران نیز بازتاب گسترده داشت. خبر آنکه 23% مردم ایران مبتلا به اختلال روانی شدند. آقای سیاری معاون بهداشت وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران گفت 23% ایرانی‌ها از اختلالات روانی رنج میبرند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در منطقه همدان، دکتر علی اکبر سیاری در افتتاح پایگاه سلامت مرکز سلامت ولیعصر شهر همدان گفت در حال حاضر 23% مردم کشور ایران دارای نوعی از اختلالات روان هستند. وی با بیان اینکه با اتحاد و انسجام میتوان از همه آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کرد اشاره می نمود که امروزه 1/3 ازدواج‌ها نیز منجر به طلاق می شود. ما بایستی دست به دست هم داده و شادی و خنده را به مردم هدیه دهیم که نشانگر آن است که مردم ایران پس از استقرار نظام دینی در این کشور از فقر نشاط جمعی در رنجند. معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به رمز و رازهای کامیابی و موفقیت اظهار کرد از جمله رمز و رازهای موفقیت ما در روستاها درستی فرد انتخاب شده، ارائه آموزش خوب، دادن شخصیت به فرد، نظارت و بازخورد مناسب، اصلاح اشتباهات، درست کردن نظام اطلاعات، ثبت اطلاعات و ارائه گزارش است. مصادیق مورد اشاره معاون وزیر بهداشت در حالی است که موجی از خشونت جمعی در کشور، کاهش شادمانی و نشاط، قتل‌های آنی، نزاع همگانی و اخیراً پزشک آزاری در کنار غم‌کشی زنان ذوب شده در ایدئولوژی‌های حاکم در میادینی برای بستن سینماها در واقع موجی از مصادیق بحران‌های روحی و روانی است که مقامات مسئول نیز صریحاً اعلام کردند که 23% ایرانی‌ها اختلال روانی پیدا کردند. خبرها را با چند رویداد دیگر پی میگیریم. نخست پاسخ معاون احمدی نژاد درباره شایعه پناهندگی که گفت خارج رفتم ولی پناهنده نشدم. علی سعیدلو که در دولت احمدی نژاد معاون اجرایی و مدتی هم رئیس سازمان تربیت بدنی بود، به شایعات درباره پناهنده شدنش پاسخ گفت. علی سعیدلو درباره شایعه پناهنده شدنش که در شبکه‌های اجتماعی نیز دست به دست به اشتراک گذاشته شده بود، به منابع مختلف خبری گفت این شایعه را رسانه‌ای زده بود که مسئولانش در ایران نیستند. من سالانه چند بار از کشور خارج می شوم. این مسافرت ها هم مربوط به فعالیت های خود من است. سعیدلو همچنین با لحنی نیشالود و آمیخته به طعنه از حجم اخبار در این روزها حول مردان احمدی نژاد می گفت نمیدانستم که برای خروج از کشور غیر از داشتن پاسپورت باید از رسانه ها هم اجازه خروج گرفت. و خبری از موج جدید بازخیزی محمود احمدی نژاد با حمله به رقبای خود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران منتقدان 2 دور از دولت خویش را به داشتن انگیزه های نادرست متهم کرد و می گفت که هر کس هرچه در دست دارد میزند. یک نفر سنگ، دیگری لگد میزند، یکی با شمشیر و دیگری با نیزه میزند. در واقع از 6 جهت هجوم آورده اند که یادآور آن شعر معروف حافظ است که فریاد که از 6 جهتم راه ببستند. اما آقای احمدی نژاد در عین حال تا پایان دولت خود از حمایت بیچون و چرای رهبر جمهوری اسلامی ایران و تعداد زیادی از اصولگرایان و مقامات ارشد و عالیرتبه نظامی نیز برخوردار بود، تا جایی که خامنه‌ای در آخرین دیدار با او و اعضای دولتش به شدت از گفتار و رفتار دولت
به خصوص در حوزه سیاست خارجی دفاع کرد. و با این خبر وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه‌های امشب از جمله آن سوی خبر که بلافاصله پس از صفحه 1 پخش می شود، این جانب از محضر یکایک شما نیز تا شامگاه دوشنبه خداحافظی می کنم. پس تا درودی دوباره و شامگاهی دگربار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی. بدرود.